سلام، وقتتون بخیر دوستان گرامی. امید که جور و صحتمند باشین. در هر کاری که شما میکنین صداقت و انصاف باید است در نظر گرفته باشه. به همین خاطر ما در قراردادامون صداقت و شفافیت رعایت میکنیم. دوستانی که قرارداد میخوانن باید از تمام مسئولیت هایی که ما به دوش میگیریم دیده بشه و ببینن که آیا دوست دارن یا ندارن. و همینطور ما شفاف توضیح میدیم که مرحله نهایی به دوش سفارت است. صدور ویزای شما به دوش سفارت است. ولی تجربه ای را نشان میده که کسانی که مدارکشان تکمیل بوده و مشکلی نداشته حتما ویزا دریافت کردن. شما در ایران یا افغانستان به شرکت های مختلف به افراد مختلف پول زیادی میتین که برای شما ویزای اوسبیلدونگ بگیره، ویزای دانشجویی، ویزای زبان آموزی بگیره. در حالی که اونا بسیار پول زیادی میگیرن. ولی ما با قیمت بسیار اندک در تلگرام پیام نشر کردیم، توضیح دادیم کدام مدارک نیاز است، شما چقدر از این نیاز دارین که بتونین از این طریق مهاجرت بکنین. همه این موارد توضیح دادیم. دوستانی که میخوان این موارد ببینن، پروفایل ما را باز بکنن. زیر پروفایل چند تا لینک گذاشته شده، روش کلیک بکنین. یکیش لینک تلگرام ماست. و اگر پیدا نکردین به شماره واتساپ برای ما پیام بگذارین. ما حتما برای شما لینک تلگرام میفرستم و مواردی را که شما مد نظرتون است ببینین، مطالعه بکنین، از اینها را ببینین. بعد اگر خواستین ما در خدمت هستیم. دوستانی که در افغانستان هستن و تخصص دارن در یک رشته دانش زبان آلمانی و انگلیسی خوب دارن، میتونن همراه ما تماس بگیرن. برای از ما میتونیم از طریق کارت شانس اقدام بکنیم یا کار برشان در امور رشته که میخوان پیدا بکنیم. و اگر احیانا در اون رشته که اینا دوست دارن کار پیدا نشد، میتونن از طریق ویزای جاب سیکر یا اینکه ویزای کاریابی در آلمان اقدام بکنن که 6 ماه فرصت دارن در آلمان دنبال کار باشن. ولی باید از اینا ثابت بکنن که در مدت 6 ماهی که آلمان سفر میکنن هزینه‌های زندگی را خودشان میتونن تامین بکنن. از قبیل بیمه، مسکن یا کسی را در آلمان داشته باشن که برشان فرفلیشتون گرکلیرونگ انجام بده و هزینه‌های از را به دوش بگیره. ولی هزینه ویزا، سفر اینا باز به دوش خود مسافر است. تکیت به سراسر دنیا، به هر جایی که شما نیاز داشته باشین میتونین از ما تکیت تهیه بکنین. تکیت قطار و اتوبوس در سراسر اروپا. هر جایی که نیاز به هتل داشته باشین ما میتونیم براتون هتل بوک بکنیم. در هر کشوری از دنیا که خواسته باشین میتونین همراه ما تماس بگیرین. ویزای ایران از افغانستان اجرا میشه، ویزای ایران از آلمان اجرا میشه، ویزای پاکستان از افغانستان اجرا میشه، ویزای ترکیه از آلمان و افغانستان اجرا میشه. البته قیمت هایی که در افغانستان است بسیار قیمت های بالاست. متاسفانه شرایط در اونجا نسبت به آلمان فرق داره. ویزای ترکیه در افغانستان بسیار قیمت است، در حالی که در آلمان شما میتونین با 75 یورو شما ویزای ترکیه را دریافت بکنین با پاسپورت افغانستان و اقامتی آلمان. ولی در افغانستان قضیه فرق میکنه. ویزای ایران در آلمان ارزان است ولی در افغانستان قیمت است. شرایط اونجا اینطوری است. متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. دوستانی که برای الحاق خانواده یا هر نوع ویزایی که به بیمه نیاز داشته باشن یا هر نوع سفری که به سراسر دنیا میخوان سفر بکنن ما میتونیم برشان بیمه بگیریم. میتونن همراه ما تماس بگیرن. ما براتون بیمه مناسبی را میکنیم. شماره ما در پروفایل ما هست. هر زمانی که شما خواسته باشین میتونین همراه ما مستقیم یا یکی از طریق واتساپ تماس بگیرین. جور و موفق و سربلند باشین.